رسیدیم به بخش مناظره برنامه خانه ملت و این هفته دعوت کردیم از دو تن از نمایندگان محترم استان‌های مختلف کشورمون. استان اصفهان جناب آقای مقتدی تشریف دارن و جناب آقای سلطانی از طرف استان چهارمحال و بختیاری. بحثمون این هفته در رابطه با آب زاینده رود هستش. خیلی خلاصه و مختصر من عرض میکنم که الان رودخانه زاینده رود در اثر بسیاری از سوء برنامه‌ها خشکه و یک موجود زنده و جاری در مرکز اصفهان رو در اثر بی تدبیری خشکوندیم. الان مشکل واقعا همون خشکسالیه یا اینکه نه برنامه ریزیایی که تو این سالهای اخیر اتفاق افتاده باعث شده تا زاینده رود خشک بشه؟ ببینید یه بخشی از موضوع قهر آسمان و زمین دیگه و عدم بارش، اما این همه موضوع نیست. بیشتر موضوع به نظر ما سوء استفاده هایی است که در مسیر رودخانه زاینده رود اتفاق افتاده. اضافه برداشت و رودخانه زاینده رود عملا از دست ما گرفتن. این خیلی ساده شه دیگه. درسته. الان قرار هستش که گویا آب در زاینده رود جاری بشه. درسته. ما که همچین حرفی رو نشنیدیم. ای کاش این اتفاق بیفته، ولی با این نوع از اقدامی که الان داره اتفاق میفته جزء در واقع آرزوهای دست نیافتنی ماست متاسفانه. درسته. و خیلی گله داریم خلاصه دیگه. حالا ببینید کی باید مثلا اینا آب قرار از چهارمحال بختیاری به زاینده رود بیاد؟ نه آقایون نمیذارن آب الان وارد استان اصفهان بشه. آقای سلطانی شما به عنوان نماینده مردم خوب استان چهارمحال و بختیاری، علت اینکه چرا داره قبل از اینکه آب بیاد پشت سد ذخیره بشه داره برداشت میشه و چرا به استان اصفهان نمیاد، شما دلایلتون بفرمایید. عرض کنم که زاینده رود خب بیش از توان طبیعی و اکولوژی خودش الان داره بار توسعه را تحمیل میکنه. یه بحث از جمله کشاورزی، صنعت و جمعیت. البته من قبلا خیلی صاف عرض کنم که صحبتایی که جناب دکتر فرمودن بیشتر احساسی بودن، یعنی مبتنی بر آمار و ارقام نخواهم بود. و به خاطر اینکه واقعا بدونیم ریشه های این بحران و بی‌آبی یا کم آبی زاینده رود از کجا ناشی میشه، ما برمیگردیم و این قضاوت ها میگذاریم به عهده مردم شریف استان اصفهان. اول اینکه از سال اولین بحران و اولین ریشه مشکل از سال 1133 با ساخت تونل اول کهرنگ برای 300 میلیون متر مکعب آب احداث شد که بلافاصله 36,000 هکتار اراضی جدید اضافه شد. بحث دوم با احداث سد زاینده رود بوده که در سال 1950 شروع شده که بلافاصله 67,000 هکتار اراضی باز اضافه شده به این قضیه. ببینید حالا بار چقدر. مشکل سوم در سال 1964 با ساخت تونل دوم کهرنگ است که 250 میلیون متر مکعب به حال در سال بوده که بلافاصله 18,000 اراضی باز دوباره توسعه دادن و آبیاری میشه. این یکی از عوامل مهم کم آبی زاینده رود. مردم ملت شهری باید بدونن که بحث ایجاد تونل هاست و به موازات اون توسعه چیه؟ اراضی، توسعه شهرک‌های به اصطلاح صنعتی، توسعه عرض کنم خدمت شما کشت و صنعت که خب اصلا این چقدر واقعا تحمل میکنه این زاینده رود. این باری که بر زاینده رود اصفهان استان اصفهان تحمیل کرده متاسفانه یک شکل بسیار ظالمانه است که خب واقعا این رودخانه توان نداره. آقای سلطانی میزان بارش هایی که در استان شما هستش فکر میکنم قابل توجه نسبت به استانهای دیگه. فکر نمیکنید مثلا این آب میتونه یه کمکی هم به استان اصفهان بکنه که به هر حال اونجا هم زنده بشه؟ الان ما میگیم ما در استان چهارمحال بختیاری، من یه آمار خدمت شما میگم ببینید مردم قضاوت بکنن که چهارمحال از این زاینده رود چقدر آب برداشت میکنه. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو عرض میکنم اون که ثبت شده، اولا 96% مصارف آب شرب و آب صنعت ما از چاه‌ها، یعنی کاری به زاینده رود اصلا
نداره و حتی بیش از 70% آب کشاورزیان باز از به اصطلاح آبهای چهاب انجام شد. درست. دقت بکنید که چهارمال بختیاری در زمینه آب شرب و صنعت فقط 4% از زاینده رود برداشت میکنه، یعنی 96% این آب چکار میکنه؟ به استان اصفهان سرازیر میشه. ما اصلا مدعیم که از این زاینده رود ما برداشتی نداریم. برداشتی که آقایون انجام میدن، عرض کنم خدمت شما، اون عرض کنم صنعت کشاورزی و جمعیت زیادی که برای این توسعه زاینده رود چیکار کردن؟ تحمیل کردن. آقای سلطانی که دوست خوب ما هستن در مجلس، از نمایندگان فعال هم هستن که البته گفتن من احساسی صحبت میکنم، بخشم درسته. این موضوع باعث شده که در پایین دست رودخانه زاینده رود کسی که سالیان سال مجوز داشته است، از زمان قبل از شیخ بهایی این زمین خاص آب میخورده، بعد اومده در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 این آب بهش تعلق گرفته، به رسمیت شناخته شده، آب این فرد خاص رو ما گرفتیم داریم میدیم به یه نفر دیگه. حرف ما اصلا اینجاست توی بحث معیشت مردم، میگیم آقا حالا اصلا این آب رو گرفتید، این پول مثل اینه که زمین بنده رو شهرداری بیاد بگیره، حالا به هر دلیل آیا باید بیاد و خسارت من رو بهم بده، ارزش ملک